شاید شما هم نام فارکس رو زیاد شنیده باشید، اما واقعاً فارکس چیه؟ فارکس یا بازار جهانی تبادل ارز جاییه که ارزهایی مثل دلار، یورو، پوند و ین به صورت آنلاین و لحظه‌ای خرید و فروش میشن. این بازار هیچ مکان فیزیکی نداره و 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه فعاله. در فارکس معاملات روی جفت ارزها انجام میشن. برای مثال، جفت ارز USD/یورو یعنی ارزش 1 یورو بر اساس دلار آمریکا. اگر پیش بینی کنیم که یورو قوی تر میشه، اون رو میخریم و اگر انتظار داشته باشیم که ضعیف بشه، میفروشیم. در نتیجه هم از بالا رفتن قیمت میشه سود کرد و هم از پایین اومدن اون. اما چرا فارکس اینقدر محبوب شده؟ چند دلیل مهم داره. اول اینکه این بازار شبانه روزی فعاله. دوم، برای شروع به سرمایه بزرگی نیاز نیست. سوم، نقد شوندگی بالاست، یعنی همیشه خریدار و فروشنده در دسترس هستند. و چهارم، وجود ابزارهای اهرمی به معامله‌گرها این امکان رو میده که با چند برابر سرمایه خودشون وارد معامله بشن، البته با ریسک بالاتر. فارکس بزرگترین بازار مالی جهانه با حجم معاملاتی که روزانه از مرز 6.6 تریلیون دلار میگذره. در این بازار بازیکاران مختلفی حضور دارن: بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های واردات و صادرات و تریدرهای شخصی از سراسر جهان. اگر بخوایم فارکس رو با بازارهایی مثل بورس یا رمز ارز مقایسه کنیم، باید بدونیم بورس مربوط به خرید و فروش سهام شرکت هاست. رمز ارزها ساختاری غیر متمرکز و پرنوسان دارن. اما فارکس بازاری یک پارچه، جهانی و مبتنی بر تبادل ارزه. در ادامه این آموزش یاد میگیریم چطور یک حساب دمو ایجاد کنیم، بروکر مناسب رو انتخاب کنیم و قدم به قدم وارد دنیای واقعی معاملات بشیم. این فقط شروع مسیر شما در بازار فارکس هست.